اشتباهی که همه مسلمین و خصوصاً ملت‌ها و دولت‌های عرب کردند این بود که مهلت دادند به اسرائیل و اغراض شخصیه دولت‌ها مانع شد از اینکه سرای اسرائیل را در همون اول خفه کنند و نگذارند قدرت پیدا بکند و مع الاسف به نصیحت‌های ما که در طول 20 سال یا قدری کمتر فریاد زدیم و آنها را دعوت کردیم بر اتحاد بر ضد اسرائیل، اغراض مانع شد از اینکه اجابت کنند. مهلت دادند تا اینکه مطلب به اینجا رسید که الان دست تعدی او دراز شده است و جنوب لبنان را به آتش می‌کشد و فلسطین را می‌خواهد عقب بزند و ما گفتیم مکرر که اسرائیل این جرثومه فساد اکتفاء به قدس، اکتفاء به بیت المقدس نخواهد کرد و اگر مهلت داده شود تمام دول اسلامی در معرض خطر است. اشتباه سابق باید جبران بشود. به اتحاد مسلمین و تشکیل حزب مستضعفین در ضد مستکبرین که در رأس آنها آمریکا جانی است و نوکر بسیار فاسد او که اسرائیل است.